سرور فرا می رسد، روزی که دیده های خونبار اشک شوق جاری می کنند. ملت از میان روز تا میان شب اشک ریزان می رقصد و پای می کوبد. تندیس های پرنکبت پدر و پسر به زیر کشیده می شوند. مردم با تمام وجود فریاد می زنند بعد از شاه نوبت آمریکاست، تا کلیه نشانه های سیطره اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی این شیطان بزرگ برکنده شود.